رأی یک نظام مردمی که به اساس رأی مردم شکل بگیره، چرا رقم مردمی بیان باشه، قانون انسانی در برادر، چرا رقم مردمی که یک دره بیاریم کلش سر قدرت کنیم اونمون رقم نظام میخواین شما سعی کن اون رقم نظام نیست. این ارمان در گور ببرین. چیزی که ما میگیم صاحب زمین ما هستیم، صاحب حکومتداری ما هستیم، ملک از ما، سرزمین از ما. بیادر تو یک مهاجر، تو یک آمدی بیادر شیر کرانشین سر صاحب خانه گپ میزنه. یک چند وقت کرانشین هستی، یک 10 سال دیر کردی، حال آمدی سر خانه دعوا داری. سعی کو کلتان که هستین مهاجر هستین، حق ندارین که شما انتقاد بگیرین از خرد تا بزرگ. هیچ کس حق ندارین. چه رقمی که در 300 سال زندگی کردین غلام بچه هستین از خرد تا کلانت. اگر زور دارین از این گپایتون چیز جور نمیشه و تفنگ دست کنین. از این گپا ما نمیترسیم. ما او روزان براتون گفتم تعدادتون کم است. اگر میخواین که پشتون شکست بدین اول شما خود در قدرت کنین، شما خود برسانین. تعدادتون کم است، نسلتون کم است، نسلتون زیاد کنین. بیاین در مقابل پشتون. در مقابل پشتون حکومت از پشتون است، قدرت از پشتون است، افغان است، ازبک است، هزاره است. کسی که افغان است حکومت از اوست، وطن از اوست. نه افغان هستی، نه بیادر تاجک هستم افغان نیستم. که تاجک هستی افغان نیستی چی مرگ میخوای که تو سر ما گپ میزنی؟ ترکی اجازه را داده که سر ما گپ بزن. سر ما برادر هزاریم گپ میزنه که افغان است، برادر ازبکم گپ میزنه که افغان است. حق انتقاد داره. شما چرا رقم انتقاد میگیرین؟ بدون خود میگیم که ما افغان نیستیم. درس خوندین، تعلیم کردین، او که نیستی مگر مشکل ندارم. برو گنده صحیح. تو سر ما چرا بحث میکنی؟ چرا رو سر پشتون بحث میکنین؟